ملودیا، خوش اومدید به اولین ویدیو کانال من. خوشحال میشم که منو حمایت کنید تا ویدیومو پر انرژی و پر قدرت شروع کنم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب، ویدیو امروز درباره اینکه چگونه مریت خود رو به ساده ترین روش ممکن و سریع ترین روش ممکن ببریم بالا. خب، میدونید که اگه مریتون پایین تر از 60 باشه فقط میتونیم این مودو بازی کنیم. خب، مودو فقط باید شما رو فول اسکواد بذارید. حالا بعد میگم برای چی. بچه استارت میکنید. من ویدیو رو پاز میزنم که ویدیو طول نشه. خب بچه، الان ما باید داخل مپ یه جایی رو پیدا کنیم که دست باتا به ما نباید برسه. یعنی مثلا ما رو نبینن که به ما شلیک بکنن بمیرن. حالا بهترین جایی که من ترک کردم و دیدم خیلی ها رفتن، بهترین جا آقا میدستین. مثلا این یا دوستمون هم داره میره همونجا. آقا میدستین بالا سقف این خونه. اینجا راحت میتونید کم کنید، اصلا باطن شما رو نمیبینن چون وسط مپه. حالا جای دیگه هم میشه رفت، جای دیگه مثلا وسط مپ اگه دیدید جای خوبیه میتونید اونجا هم برید. حالا بهترین جایی که من چند بار که بند خورده رفتم اونجا، بهترین جا همینه. حالا بریم. خب اینجا رسیدیم، میریم. خب میایم اینجا این گوشه قایم میشیم، هیچ دیدی نداره باد که ما رو بزنه. آقا همین رو لفت میدیم، میایم بیرون. حالا که لفت دادیم الان ما داخل بازی هستیم، ولی چی؟ دیسکانکتیم. یعنی بازی داره مثلا ای داره دقیقه که داخل بازی هم داره مثلا خود بازی برام میشماره. الان ما داخل دیسکانکتیم. الان ما تا وقتی زون نیاد ما رو نکشه ما داخل بازی هستیم. ممکنه مثلا زون نیاد، مثلا آخرین زون داخل میرسیم باشه، ولی الان اینجا که قایم شدیم بهترین جاست. شاید یه زون یه مونده به آخر، دو مونده آخر، شاید زون آخر هم باشه. بهترین جا همینه. الان یا مثلا بهتون گفتن که فول اسکواد استارت کنید، الان یارامون داخل بازی هن و دارن مثلا باتا رو میزنن، لوت میکنن. و الان بهترین روش همین. الان ما 12 تا مچ باید استارت کنیم، لفت بدیم که این 6 تا پوینت رو بگیریم. و اگر مثلا میخوایم مثلا کمتر بازی کنیم، آقا میاد 6 تا مچ بازی میکنید، چون هر روز شما 6 تا میتونید به پوینت رو به مریتون اضافه کنید. یا میتونید بیاید آقا 6 تا مچ بازی کنید، وین بگیرید. مثل این مثلا من بازی کردم آقا کامل بازی کردم، وین گرفتم. یا میتونید آقا بیاید 12 تا مچ بیاید داخل لفت بدید. بیاید داخل مثلا رفتم همونجا قایم شدم، نفر 17 شدم، 10 شدم. آقا مثلا این 38 شدم، 17 بستگی به زون داره و جایی که قایم میشید. آقا مثلا این بازی کردم یارم رفتم وین گرفتم. بهترین روش همینه، روش غیر این دیگه نیست. دنبالش هم نگرد. آقا مثلا بری جایی مثلا چیز کاری انجام بدی، هیچ کاری نداره. آقا فقط با تو بازی کنی یا باید بری مثلا تمام بازی کنی که خسته کننده است. یا بهترین جا همینجاست که بری کمپ بکنی وسط مال. جای دیگه هم مثلا میشه قایم بری بشید، بهتون که گفتم وسط مپ مثلا قایم بری بشید. بهترین جایی که توصیه میکنم همینجاست. خب ویدیو ما به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده از این ویدیو. شرمنده که پر حرفی کردم، بذاری خودتون ببخشید. خوشحال میشم که منو حمایت کنید، چنل منو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید تا انرژی بگیرم برای ویدیو بعد. خدا نگهدارتون.